بسم الله الرحمن الرحیم. ما الحکم اذا زال العقل بجنون و اغماء و سکر. یک سوال دیگه است که چیز حکم وقتی که عقل زائل شوه به دیوانگی یا بیهوشی یا نشه. یک کس نشه میکنه عقلش زائل میشه، شراب میخوره یا پودر میزنه هر چی که، یا بیهوش میشه یا دیوانه میشه، وضو میشکنن یا نه؟ سوال جوابش است که بله، وضو میشکنن یک کسی که نشه شوه. ابن قدامه میگه فاما غیر النوم، غیر از خواب، و هو الجنون، دیوانگی، بیهوشی، نشه و امثال ازی از ادویه مزیل للعقل. همون دوایی را که میخوری عقل زائل میکنن. بعضی دواها هست عقل زائل میکنن. یک قسم نشای دیگه حال توسط امی تابلیت هاست. فینقض الوضوء، وضو را میشکنانه، یسیر و کثیر، کم باشد امی بیهوشی یا زیاد. برای یک دقیقه بیهوش شد وضوش میشکن، برای یک دقیقه دیوانه شد وضوش میشکنه، برای یک دقیقه نشه شد وضوش میشکنه. اجماعا یعنی اتفاق همه ائمه مجتهدین که وضو را میشکنن. امام نووی میگه که اجمعت الامه، امت اجماع کرده، اتفاق کرده علی ان انتقاض الوضوء بالجنون والاغماء، با شکستن وضو با جنون و بیهوشی، یعنی دیوانگی بیهوشی، به خاطر که کل مفاصل انسان نمیفهمه. حتی بعدش بره هر چی که انسان نشه شد، هر چیز از اون بیرون شوه نمیفهمه، بیهوش هم شوه نمیفهمه و دیوانه شوه هیچ نمیفهمه. خب گپ ما شما تا اینجا. فواید حدیث چیز؟ فواید آمش. یکی مستحب بودن تاخیر نماز عشاء. ما شما خواندیم که نماز عشاء را یعنی پیامبر مؤخر کرد از اول وقت. از اول وقت مثلا اول وقت فعلا 7 بجه داخل میشه، اینه که تاخیر کنی دا 15 دقیقه وقت بتی بر وضو، یعنی مثلا یعنی 8 و نیم بخوانی یا 9 و نیم بخوانی، 10 بخوانی، ثوابش بالاتر است. دیگه غیر از نماز عشاء دیگه نمازات در اول وقت خوانده شد. فقط جاء فی صحیحین، میگه حدیث صحیح آمده در صحیحین بخاری مسلم، انه صلی الله علیه وسلم کان، پیامبر بود عادتش یستحب، دوست داشت ای یؤخر العشاء، که نماز عشاء را به تاخیر پرته، ناوقت بخوانه، نماز خفتنه. و یقول، میگفت که انه لوقتها، این وقتش است، لولا ان اشق علی امتی، اگر سخت با امت نمی بود ما امرشان میکردم که نماز خفتن ناوقت بخوان، یعنی همون وقت بخوانن که خواب میشن، نان و غذا همه خلاص شود، وضو کو همین نماز که خواندی قرار خواب شد. ما در این مسجد خود یه ذره تاخیر میکنیم نسبت به دیگه جا، و این 1 ساعت 1 و نیم ساعت ناوقت میخوانیم. حرص صحابه علی البقاء فی المسجد، انتظار للصلاه. دیگه این فایده فهمیده میشه که صحابه بسیار حریص بودن که در مسجد باشن به خاطر انتظار نماز. مردم ما شما اگه انتظار نماز بکشه، یک امام 5 دقیقه نبیاد میروانه میبرایه، هیچ حالت است، 5 دقیقه جماع استاد شده. اگر مؤمن که است هر قدر در مسجد خودش ده، کسی که در مسجد باشه گویا که در نماز است، در عبادت الله است. زیاد در مسجد شدن خودش عبادت است، ثواب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيزتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. حدیث 68 بسیار یک حدیث زیبا و حساب خانم هاست. عایشه رضی الله عنها میگه که قالت، میفرماید جات فاطمه، میخوی پیش پیامبر زیاد وقت می بود و همیشه کوشش میکرد که کس سوال میکنه درباره دین، پیامبر چی میگه و مو فتوا دین یاد بگیره. عایشه چون که جوان هم بود، سنش هم خورد بود، زیاد طالب العلم بود، یعنی بسیار کوشش میکرد که علم یاد بگیره. میگه فاطمه بنت ابی حبیش یک خانم است، آمد پیش پیامبر فقالت، گفت که یا رسول الله، ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، این امرأتون، یقینا ما یک زنی هستم، استحاض، یعنی استحاضه میشم، فلا اطهر، پس ما پاک نمیشم، افادع الصلاة، فلا اطهر چی معنی؟ یعنی خون دائم است دیگه، جاری است، خون همیشه میاد، آیا من نماز ترک کنم؟ قال، پیامبر گفت لا، نه، نماز اعلانتی، انما ذلك عرق، این یک رگ است، یعنی این خون که است از رحم نیست، این خون رگ است، این مریضی است.
وليس بحيز، این حیز نیست. حیزی که قرآن می یسألونک عن المحیط قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیط ولا تقربوهن حتى يطهرن، اون نیست. فاذا اقبلت، وقتی که آمد یعنی می خون تو آمد، حیزتو که حیزت که آمد فدعی صلات، نماز ترک. هر وقت که حیز می ترک وی خو استعاذه است، به استعاذه نی. و اذا ادبرت، وقتی که یعنی پشت گردانید حیزت یعنی خلاص شد خون نامد، فغسلی غسل کو، بشوی یعنی که از خود دم را باز غسل کو، ثم صلا، باز نماز بخوان. متفق علیه. این حدیث امام بخاری مسلم نقل کرد. خب حالا دایمه، چون که درس ما شما در کتاب طهارت و پاکی است و نواقض وضو، دیگه چی وضو را میشکنانه. روایت بخاری پیامبر می برازی گفت که ثم توضئ لكل صلاه، به هر نماز وضو بکو. و اشاره مسلم الى انه حذف عمدا، که اشاره کرد مسلم که ما می جمله ازیره که وضو کو به هر نماز را قصدن حذف کرده. یعنی در صحیح مسلم این لفظ نیست که ثم توضئ لكل صلاه. استحاضه چی را میگه؟ در اینجا گفت که استحاض و استحاضه میشه. یکی استحاضه است، یکی حیض است. فرق در بین است. استحاضه سیلان و دم میگه، جاری شدن خون فی غیر اوقاتی معتاد، در غیر از اوقات معتاد. یعنی خانم ها که از مریضی میشن، مریضی ماوار یا حیض میبینن، این مریضی ماوار مشخص است که در ماه 5 روز یا 6 روز یا 7 روز یا 3 روز، این هم قدر است. اینا اگه یک ماه شد که غیر از 6 روز دیگه اضافه شد، جریان پیدا کرد، خون زیاد شد و رنگ حیض هم نداشت، از او فهمیده میشه که این مرض است و بازی احکامش دیگه است. در حیض احکامش هم میخوانیم که روزه و نماز نیست، ولی فرق میکنه. فلا اطهر یعنی بگفت که ما پاک نمیشم. پیامبر صلی برش گفت که ترک نکن نماز. انما ذلک عرق به کسر کاف خطاب برای میزنی است که از وجودش خون جاری میشه. گفت که یعنی این مورگ است. فاذا اقبلت حیضتو که یعنی وقتی که میاد عادت. حافظ رحمه الله، حافظ ابن حجر میگه و اشاره مسلم الی انه حذف عمدا. این چی معنا؟ که امام مسلم این روایت امی لفظ قصدن حذف کرده، یعنی دورش کرده. میگه یقصد ان مسلم حذف، میازی قصد میشه که امام مسلم در کتاب صحیح خود، صحیح مسلم، حذف کرده یعنی دور کرده جمله ثم توضئ لكل صلاه. این جمله را وضو کرده که پیامبر گفت برای هر نماز وضو کو. فلم يروى في صحيح، در صحیح خود روایت نکرده. وقد قال مسلم لما روى هذا الحديث، امام مسلم میگه خودش میگه زمانی که حدیث نقل میکند از طریق حماد ابن زید از حشام، قال میگه فی حدیث حماد حرف ترکناه. در حدیث حماد یک گپی بود ما ذکرش ترک کردیم. چرا؟ لان مسلم یرا می نظرش است که ان حماد ابن زید انفرد بهذا زیاده، این زیادت یعنی تنها است عن بقیت روات عن حشام. دیگر راوی از حشام که آورده این گپ نآورده که برای هر نماز وضو بکو. امام نسائی در سنن خود میگه که لفظ ثم توضئ لكل صلاه ما روى احدنا عن حشام الا حماد ابن زید، هیچ کسی را نقل نکرده مگر حماد ابن زید از حشام، دیگه کس نگفت. وقت حکم بشذوذها، میگه حکم شده به شاذ بودنش، حکم کرده. وقت حکم بشذوذ شاذ بودن یعنی تنها بودن از مسلم، نسائی، بیهقی، ابن رجب، یعنی اینا میگن که حدیث شاذه. و ما شما این را میفهمیم که حدیث شاذ که است به شرطی که شاذ بودن ثابت شود و به شرایط داره با او عمل نمیشه. اما حافظ ابن حجر و احمد شاکر از این محدثین معاصر است، یا میگن که ما فعل مسلم لیس بجید، آنچه که مسلمی کار کرده کار صحیح خوب نکرده، که کلمه ثم توضئ لكل صلاه ناوردگی است. چرا؟ فإن حماد لم يتفرد بها. میگه مسلم میگه که حماد ابن زید تنهایی را نقل کرده، دیگه کس روایت نکرد. این میگه صحیح نیست. بل تابع، و بلکه غیر از حماد در عقب از این 4 من الروات، 4 راوی دیگه هم این را آوردن. این حدیث از حشام نقل کرده. و 4 راوی کی است؟ و گفتن و توضئ لكل صلاه منهم ابو معاویه. ابو معاویه راوی حدیثی گفته حماد ابن سلمه و عن حشام عند دارمی، یعنی بعد از دارمی، امام دارمی صحیح دارمی یک کتاب حدیث دیگه است و از حشام نقل کرده. و منهم ابو عوانه، ابو عوانه خودش مثل صحیح مسلم کتاب داره، او را از حشام نقل کرده به هذا اللفظ عند ابن حبان، یعنی به این لفظ به نزد ابن حبان هم آمده. ابن حبان دیگه کتاب حدیث است.
و منهم ابو حمزه، از جمله ابو حمزه و محمد ابن میمون رواه عن هشام کما عند ابن حبان ایضا. یعنی این گپ از اینا که میگه حماد ابن زید دی تنهاست، این گپشان صحیح نیست، بلکه 4 محدث دیگر، راویای دیگر هستند که از هشام میره نقل میکنه. پس این یعنی متفرد بودنش ثابت نیست، که شاذ بودنش ثابت نیست، بلکه حدیث مشهور است مثل دیگر دیگر الفاظی حدیث که آمده ای هم متوره. پس از این فهمیده شد یعنی که ثم توضئی لکل صلاة ای ثابته، برای هر نماز وضو بکنی. حالا یک اینال چند احکام در اینجا بحث میشه. آیا استحاضه وضو را واجب میکنه یا نمیکنه؟ یعنی اگر یک کسی استحاضه شد آیا در هر نماز وضو بکنه یا نکنه؟ علما در اختلاف دارند. قول اول است که یجب ان تتوضا لكل صلاه، می واجب است که وضو کنه خانمی که استحاضه میبینه بر نماز. این قول اکثریت علماست، مجتهدین، ائمه مجتهدین، حنفی، مالکی، شافعی. خب اما استحاضه را براتون گفتم که خونی است که از رگ میایه و حیض نیست، خون حیض نیست. یک خون حیض است که او خو باز انسان نماز خوانده نمیتونه خانما و نه وضو میگیره. اما در استحاضه اگر خون دیگه است، دیگه خون رگ است، این دائم میایه. اگه تو خانما یک ماه 2 ماه 3 ماه میایه باز قطع میشه، باز 3 ماه 4 ماه دیگه هم تو خون جاری، دائم خون میاد از بدنش، خون میاد. اینال اینی دایی چی کار بکنه؟ دایی این حدیثی است که اکثریت علما میگه که در هر نماز وضو کرده بره، در هر وقت هر نماز که داخل میشه وضو کنه و نماز خدا بخونه و روزه خدا بگیره، نه وضو از این دور میشه و نه نماز. ابن رجب میگه وقد روی الامر للمستحاضه بالوضوء لكل صلاه عن جماعت من الصحابه. میگه وقد روی الامر، روایت شده امر، یعنی پیامبر صلی الله علیه و گفت که امر کرده توضئی وضو بکو. امر پیامبر نقل شدگی است بر مستحاضه با وضو به هر نماز از جماعت من الصحابه، جمع صحابه. از اون جمله علی رضی الله عنه هم امی فتواش بود که یک خانمی که استحاضه میبینه یعنی خون غیر از حیض و دائمی جاری است، این چی بکنه؟ در نماز وضو کنه. و معاذ بن جبل امی فتوا را داد، عبدالله ابن عباس، عایشه رضی الله عنها. عایشه هم که خانم پیامبر است، این هم امی فتواش بود. چرا؟ به خاطر می پیامبر در حدیث بخاری مسلم میگه که ثم توضئی لكل صلاه، وضو بکو برای هر نماز، یعنی امر که توضئی امر. قول دومی است که لا یجب علی ان تتوضا لكل صلاه، میگه واجب نیست به بالای خانم که وضو بکنه بر نماز، واجب نیست. این قول مالکی هاست غیر از حنفی و شافعی و ابن تیمیه و شیخ ابن عثیمین این را انتخاب کرده، میگه واجب نیست. ابن عبدالبر میگه ان صاحب الحدث الدائم کل استحاضه، صاحب حدث کسی که بیوضو دائمی بیوضو می باشه این مثل استحاضه است. و سلسل باول کسی که همیشه باولش جاری می باشه هیچ قطع نمیشه پیشابش، لا يرتفع حدثه بالوضوء، میگه بیوضوگیش با وضو رفع نمیشه. فیکون فی حقی مستحبا لا واجب، میگه در قضیه مستحب است، واجب نیست. مثلا کسی که بیوضویی دائمی است، یا کسی مثلا دائم بادش میروه، یا این میگه مثل استحاضه، یا سلسل باول میشه باولش جاری می باشه، این خو میگه باول جاری است ولی که وضو کنی خوی را پاک نمیکنه. وضو قطعا باول جاری است، باز هم باول میاد، چی فایده برای ازی؟ پس در قضیه میگه وضو مستحب است، واجب نیست. و افتى الشيخ ابن عثيمين انه لا يلزم الوضوء لكل صلاه، شیخ ابن عثیمین میگه فتوا داده که واجب نیست وضو کردن برای هر نماز به می آدمی که به می خانمی که استحاضه میبینه و امثال ازی، ما لم ينتقض وضوء، تا که وضوش نشکنه. یعنی امی خانمی که استحاضه میبینه وضوش نمیشکنه تا وقتی که وضوش به دیگه چیز نشکنه، دیگه یعنی بولش نبیاد، بول تشناب نره یا غایط یا بادش بیرون نشه، تا که اینی گپا نشه صرف به می خون استحاضه میگه واجب نیست. هرچی حدیث میگه پیامبر گفت ثم توضئی لكل وضو بکو برای هر نماز، این چی میگی؟ این میگه غیر محفوظه، این محفوظ نیست. و مثل من عنده استطلاق الریح، مثل از این میگه کسایی است که استطلاق ریح بادش جاری است. مثلا یکم تا مچ میگه بواسیر بادی داره اما میگه نمیتونه، میشه بادش میره دیگه نمیتونه، یعنی 1 دقیقه باد، 2 دقیقه باد، 5 دقیقه باد یا 10 دقیقه باد یا میتونه.
میگه این وضو واجب نیست به بالای از این مرض که پیدا شد با تا که باز پیشاب نره. اگر یک کسی این مرض داشت با در دیگه بخشه نواقض وضو که از او معامله میشه. میگه وقال لیس علیه دلیل ولا یفید ما شیء، میگه دلیل وجود نداره و هیچ چیز مفید افاده نمیکنه ایرا. خب علی قول من قال، کسایی که میگن واجب است که وضو کنه برای هر نماز، تتوضا لکل صلات چه معنا؟ پیامبر که وضو کنه برای هر نماز، معنای کل صلات میگه که لی وقت کل صلات، وقت هر نماز، زیرا اینجا اطلاق نماز با وقت شدگی است. مثل که پیامبر میگه در حدیث جابر گفت اینما رجل من امتی ادرکت الصلاه فلیصلی، هر امت ما که وقت نماز را گیر کرد نماز بخوانه. ادرکت الصلاه، صلات چه معنی؟ وقت صلات که آمد نماز بخوانه. فاذا كانت الصلاه مؤقتا كصلاه الخمس فإنها لا تتوضا اذا دخل وقت الصلاه ثم تصلي. اما اذا كان الصلاه غير مؤقته كصلاه الضحى مثلا فإنها تتوضا عند اراده فعلها. میگه اگر نماز موقته باشد، یعنی مثل نمازهای پنجگانه وقتش تعیینه. نماز صبح از کی وقتش داخل میشه؟ اینا طلوع فجر که حال 5:20 به خیالم شروع 5:15 فعلا دیگه ای باز وقتش تغییر میخوره. نماز صبح مثلا 5:15 تا به 6:30 تقریبا، یعنی می وقت است وقتشه. این نمازهای پنجگانه موقت است وقت. میگه این وضو نمیکنه مگر که وقت صلات داخل شود باز نماز میخونه. یعنی کسایی که میگن وقت نماز، این وقت نماز که رفت در یک وقت نماز صبح خوان به یک وضو، دیگه نماز که میخوانه دیگه وضو کنه، دیگه وقت نماز دیگه وضو کنه، باز دیگر که آمد وقت نماز داخل دو دیگه وضو کنه. یک وضو کرد خلاص تا شام کرد، باز شام کرد دیگه وضو کنه. اینطور میگن. و این مذهب حنفی هم امی است. در این بخش مذهب حنفی هم امی است. هرچی میگه اگر نماز غیر موقته بود مثل نماز ضحی، این باز وضو کنه. نماز ضحی موقت نیست دیگه، وقتش تعیین نشده. از این وقتا کدام وقتش درازه، با دی هر وقت اراده نماز میکرد بر از وضو کنه دیگه وضو کنه. خب امی راجح امی است که احتیاطاً آدم چی کنه که کسی باید چی کنه برای هر وضو، به می کسایی که مریضی هستند وضو چی کنن، برای هر وقت وضو بکنن. مثلا کسی که بادش میره و کسی که خون از بینیش میاد جاری است یا از بدنش خون میره، و مثلا استحاضه از خانما خون غیر از حیض دیگه، یا سلسل باول همی یکم تا که پروستات هست، نه مرض پروستات، این میا دیگه در وقت هر نماز اگر نمیتونن وضو تیمم بزنن. حالا یکم تو را ببینی باولش میره بگو نماز بخوان. حتی اون روز که رفتم چند روز که نبودم یک جنازه شده بود، نزدیکای ما وفات کرده بود، یک مریض بود خبرش گرفتم. بازو گفتیم چی از مریضیت؟ گفت که ما ری سفید بود. گفت ما پروستات هستم، همیشه باولم میره، عملیاتم کردیم نشده. گفتم نماز میخوانی یا نه؟ گفت نه. گفت پاک نباشی هم نماز خوانده میشه. دستکم زد. گفتم از الله بتا، حال تو خوب وضو کده برو، تو خوی مریضی است. آب بدم میاد. گفتم آب که آب یخ است، تو آب که یخ نمیشه تیمم ده. چه قسم تیمم ده؟ گفتم یه ذره خاک بان خلاص تیمم زده برو نماز خوانده برو. باز گفت که نه والا دلم پاک نمیشه. گفتم اینا از پیش خود دیگه کارا رو میکشی. دلت خود گفتم بیز مرداری در دلت هست که وضو هم کنی پاک میشه، در دلت خونم نجاست هست، ها غایت خو است دو. با در خندام کرد گفت والا او خو است. گفتم او که است خو اینا. گفت نه نیتم پاک نمیشه. گفتم نیت تا پاک. یکم تا از پیش خود کارای میکنه. انه یجب علی المستعاذ ان تتحفظ من الدم. سعی کنین از این حدیث چند فایده ها فهمیده شد. کسی که مستحاضه است، مستحاضه مو خونی که غیر از خون حیض است جاری میشه، این واجب است که خون چی کنه؟ از خون خود نگاه کنه، یعنی از خون خود نگاه کنه، زیرا پیامبر گفت خون از خود دور کن، یعنی یک چیز در بدن خود بسته کنه که خونش جانش خراب نکنه. دومی که مستحاضه حکمش حکم طاهرات، حکم زنهایی که پاک باشند، یعنی حکمش حکم حایزه نیست که مریضی حیض دو باشه. ولذلك تصلی مع جریان الدم، با وجودی که خون جاری است نماز بخوانه. حالا بعض خانم‌ها میتونه است خون از بدنش جاری است نمیخواد. چرا؟ میگه خون میاد دلم پاک نمیشه. و مردا دلت خوبی از پاک نمیشه، ولی تو نماز چطور ترک میکنی؟ چه سخت گناهگار اینجا ترک نماز، قضای نماز داخل میشه. و انسانی نماز قصدن ترک کردن کفر است. باید نماز تا بخوانی.
و دیگه در این حدیثی فهمیده میشه پیامبر بیان کرد که چه قسم میشناسی حیضی را که تو ترک میکنی نمازه، یعنی یا خانم چه قسم بفهمه که اینی حیض است اینی خون و این خون هم استحاضه است. این چه بفهمه؟ پیامبر گفت که فرد العاده عادتش گفت عادت در ما 6 بود، 6 روز تداعی شمار و بعد از او که خون میاد او را در جمله چی بیار؟ استحاضه بیار. خلاص این نیست. فلا تصلی ایام عادتها، آدمو روزای عادتش نماز نخوانه، روزام نگیره و بحثش انسان در بحث حیض پسان میخوانیم موشم. دیگه در حدیث این فهمیده شد که بیرون میشه از سبیلین ناقض وضوء است. سبیلین یعنی از پیش و پس، از پیش شروع یا از پشت سر، این وضوء را میشکنانه. مثلا کسی همی پروستات که از اینی خون ناقض وضوء است، زیرا از پیشابش میاد. چرا لقولی صلی الله علیه و سلم فغسلی عنک الدم، بشوی از خود خونه، البته میخونه که از پیش و پس انسان بیاد. نو خونه دیگه خونا فرق داره با دو اختلاف است، او را میگیم. حایز که است از این حدیث فهمیده شد که یحرم علیه صلات، نماز خواندن با بالازی حرامه، ناجایزه، زن حایزه نماز نخوانه. دیگه وجوب الغسل علی المرأة اذا طهرت من الحیض، غسل واجب است وقتی که از حیض پاک میشه، زیرا پیامبر گفت که غسل بکن. هاي فوائد هذه فهمیده شد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن أسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال في الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري. علي بن أبي طالب یگام تا میگه شما از اهل بیت حدیث نقل نمیکنید. چقدر ما شما از علی میاد اهل بیت؟ ما نداریم. ما هر کسی که حدیث نقل کنه نمیگیم می اهل بیت هستی کیست، نقل میکنیم. هرچی حسن و حسین کس ما خو نواسه بودن، پس آن آمدن. اونا وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله دنیا رفت اطفال بودن، طفل بودن. بسیار حدیث یاد از اونا نبوده. بازم اگه اونا نقل کنن ما میپذیریم و چیز میکنیم، قبول میکنیم حدیثشان، به شرط که ثابت باشه. علی ابن ابی طالب رضی الله عنه قال میگه کنت رجلا مضا، ما یک مردی بودم مزا، یعنی بسیار مزی می آمد. مزی را براتون تعریف کرده بودم که چی است، یعنی غیر از منی دیگه همی آب چسبناک است اما رنگ آب داره. مزی رنگش مثل آب است اما چسبناک است، مثل رنگ منی را نداره. منی که از رنگ سفید میگیره یا زرد مجاز میگیره. فامرت المقداد ابن اسود، میگه ما امر کردم مقداد ابن اسود ان يسأل النبی، که از رسول الله صلی الله علیه و سوال کنه. فسأله، او سوال کرد. خود شرمش آمد به خاطر که داماد پیامبر بود، خود دخترش پیش ازی بود که بیا، یعنی صحابه موضوع را پرسان حتمی میکردن، یا توسط از یا توسط از. فقال گفی الوضوء، دی وضوء است، متفق علیه و لفظ البخاری. یعنی در منی خو غسل است، در این چیز مزی که دائم میگه گفت که پیامبر برش گفت که وضو کنید. این حدیث در بخاری مسلم حدیث صحیح قوی. رجلا مضا این کثیر المزی، بسیار مزی می آمد و در روایت ابو داود و نسائی به اسناد صحیح میاد که مزاعن، بسیار یعنی آب از من بیرون میشد. فجعلت اغتسل فی الشتاء، در حدیثی تو می در زمستان غسل میکردم حتی تشقق ظهری، پشت من میگه بیخی پاره شد، یعنی دستی که غسل بیخی سرم فشار آمد در زمستان آمد و در مدینه سرد آمد زمستانش. فذکرت ذلك لرسول الله، ایرا میگه یاد کردم به پیامبر. او ذکر له، یا دیگه که سوال کرد فقال لا تفعل، این کار نکو. حالا تو مزی هستی مثلا 3 ساعت بعد یا 4 ساعت بعد آب میبینی، یا هر روز یک بار 2 بار 3 بار غسل کردن نفس میکشی، گفت کار نکو. اذا رأیت المسیح فغسل ذکرک، هم ذکرت گفت حالی تناسلی تا او را بشوی و توضا وضوءک للصلاه، با وضو کو وضوی نماز تا، یعنی صرف امور بشوی امساره باز وضو بکو. دو حدیثی طور میاد. مزی کی است؟ گفتیم آب رقیق است، نرم، آب یا سفید مثل آب واری است. این تو سفیدی نی که مثل شیر واری باشه. لوزه یعنی چسبناک، یخرج عند شهوت، در وقت شهوت بیرون میشه و بلا دفق خیز نمیزنه مثل معنی واری. ولا یعقب فتور، بعد از سستی در قبش نمیاد. و ربما لا یحس بخروجی، بعضی وقتی بیرون میشه انسان هیچ احساس نمیکنه که بیرون شده است. این مزی میگه. پس امرت المقداد، امر کردم. مقداد ابن اسود صحابی مشهور است، از سابقین به اسلام است، در سال 33 هجری وفات کرده است. میگه از این گفتم که امرش کردم که برو از پیامبر سوال کنه. در حدیث مسلم میگه که سببش بود که علی میگه کنت استحیی، ما حیا میکردم ان اسال النبی صلی الله علیه و سلم، که از پیامبر سوال کنم لمکان
ابنتی، به خاطر دخترش پیش ما بود امر کردم مقداد، خودم حیای ما آمد. و در روایت دیگه میام من اجل فاطمه تا، از جهت فاطمه ما سوال نکردم. در روایت نسائی میام و کان فاطمه تا ابنه النبی سوسم تحتی، فاطمه دختر پیامبر یعنی در تحت نکای ما بود، حیا کردم که سوال کنم. و این خاطر میگه سوال کردم کیرا مقداد، گفتم برو سوال کنم. و در این حدیثی است که علی مقداد عمل میکنه که برو از پیامبر سوال کنه. در روایت دیگه میگه هو الذی سال، یعنی میگه علی خودش سوال کرده. در روایت دیگه میگه امر کرده عمار که سوال کنه. فکیف الجمع، یک سوال است، یعنی در یک روایت میگه خودش سوال کرده، در دیگر روایت میگه مقداد امر کرده، در دیگر روایت میگه که عمار ابن یاسر امر کرده است که برو سوال کنه. این توفیقات یعنی جمع در بین احادیث چه قسم است؟ ابن حبان محدث سی جمع کرده، میگه علی امر کرد عمار که سوال کنه، بعد از او امر کرد مقداد. یعنی اول میگه علی عمار امر کرد که برو سوال کن، باز او هم نرفت، او مقداد دید او را گفت تو برو سوال کن، یعنی او را گفتگیست. و ثم سأل بنفسه، بعد از او خودش سوال کرد. و حافظ من حجر میگه که انه امر المقداد ان يسأل، مقداد امر کرد سوال کنه و کذالک امر عمار، هر دوش گفت، یعنی هر کدامش که زود به ما جواب او را هم گفت او را هم گفت. یکم تا که از میخواد سوال زود جوابش برش بیا، چند نفر میگه تو برو سوال کن، این می تو کردی. و اما علی میگه که فاسند سوال خودش که میگه سوال کردم، لانه هو صاحبو، این رفیق پیامبر بود، دوستش بود، فهو الذی امرهم بالسؤال، این چیزی بود که امرشان کرده واره به سوال. و هذا الجمع جوایز النووی، امام نووی را ترجیح داده. یعنی ای که میگم ما خودم سوال کردیم، هدفش نیست که خودش سوال کرد، هدفش است که یعنی ما از مقداد امر کردیم که برا این گپ با ما بگوید. حکم مزی چی است؟ سوالی است. مزی حدیث دلالت میکنه که مزی نجس است و اجماع است، اتفاق علما. قبلا هم براتون گفتم که مزی نجس است، اما منی نه، گپ منی جدا بود، مزی جدا. قبلا این را ما شما خوان که این نجس است به خاطر که از امی رای پیشاب میآید و وقت پیشاب مخلوط خلط وارد می باشه. امام نووی رحمه الله میگه اجمعت الامه، امت یعنی ائمه مجتهدین، محدثین، امامای دین کلش اتفاق کرده علی نجاست المزی و الودی، با نجاست مزی را تعریف کردم، و الودی، ودی را هم براتون قبلا گفته بودم در مجموع میگه لانه امر بغسل ذکری، زیرا پیامبر امر کرد که ذکر خود بشه آله تناسلی خود، و امر بالوضوء، و امرش کرد که وضو کنه. و این دلالت میکنه که حکم مزی مثل حکم بول در نجاست، بول قسمی که نجس است همی آمد. پس چی واجب میشه کسی که مزی از بدنش بیرون شه؟ خصوصا همی جوانا زیاد اینطور میشن، همی جوانا مجردا. حالا فساد آمد طرف یک چیز سعی کردن، یک فیلم سعی کردن، یک چیز همی آب بیرون میشه، موبایل خودم که سعی کنن. خروج مزی یوجب الوضوء، وضو را واجب میکنه. وقد نقل ابن قدامه رحمه الله در مغنی میگه جلد 1 صفحه 168 اجماع العلماء نقل کرده، اجماع علماء، اتفاق علماء را که علی ان خروج المزی ناقض للوضوء، خروج مزی وضو را میشکنانه. یا مثلا یک شاور است که خانمش کمی ساتیری میکنه باز میره متو و بیرون میشه، اینمی وضو را میشکنانه. لقولی کما فی الروایت الاخرى، مثل که در روایت دیگه آمده اغسل ذکرک و توضا، پیامبر گفت ذکرت بشوی و وضو بکو. و در روایت دیگه آمده که مصنف قال فی الوضو، دی وضو است. آیا اینجا یک سوال است، مزی غسل واجب میکنه یعنی کل بدنش ششتن؟ سوال جوابش است که نه، اجماع و اتفاق علما است که غسل واجب نمیشه. ابن عبدالبر اجماع را نقل کرده و ابن قدامه از ابن منذر را نقل کرده است. این خود دیگه سوال که غسل واجب نیست اما وضو واجبه. آیا غسل ذکر کلش واجب است یا فقط امو ساعه؟ ولی مزی که بیرون شه فقط امو سر ذکر آلوده می سازه، کل زیره بشوی یا تنها امو سایشه بشوی؟ دیجا اختلاف کرده علما که هل یجب غسل ذکر کلش، یعنی قول اول است که انه یکتفی بغسل راس ذکر، سر ذکر میاله تناسلی را که بشه یا مکانی که نجاست به او رسیده امو سواره بس دیگه کلش نه. این مذهب جمهور یعنی اکثریت علما، حنفی، مالکی، اینا شافی. و الحاقا بسایر نجاسات مثل دیگه نجاست ها، مثلا اگر یک نجاست در دستت بیفته تو نیست کل دست بشوی، فقط امو سواره میشوی، کلش نمیشوی. فهو حدث من ایام، یک بیوزگی از بیوزیاست، فلا یغسل منه الی المخرج، مگر امو سایه که بیرون شدگیست، اما محل خروج میشوی یا محلی که نجست. قول دومی است که انه یجب، میگه واجب است کل ذکر
هم ششتاشایی مذهب حنابلت. به خاطر می پیامبر سم گفت که یغسل ذکر و توضا، در حدیث آمده که ذکر خود میشست وضو میکرد. قول سومی است که یغسل جمیع ذکر و الانثیین و هایی خوب یکی کلان شد. میگه هم آله تناسلی را بشه، هم خصیتین خدا، یعنی زیر آله تناسلی و دیگه چیزا را اورم بشه کلش. این مشهور از مذهب حنابلة است. فقط جا عند ابی عوانه یغسل ذکر و انثیین، پیامبر میگه هم ذکر خدا میشست و هم خصیتین خدا. حافظ ابن حجر میگه اسناد ولا متن، سندش اختلاف است اما تن نیست. و هذا القول هو الصحیح، راجی کدام شست می صحیح است که ذکر به همراه خصیتین کلش ششه. به خاطر که گفتن میشه خو البته که اگر شک باشه که زیاد بره و اونجا هم آلوده شوه، اما اگر یقینی باشه که نه و بعضیا بفهمه که بیرون میشه و موسی تو را نمانه که بیرون شد تنها موسی بازو کفایت میگه. اما اگر مثلا کسی خواب میشه میخیزه که در موسایش ذکرش یک چیز مزی است، اینجا دیگه معلوم نیست که دوزه هم سرعت کرده، هم مسیحی است که کلش ششته شوه. یک ذره که جنجاله خود زمستان تابستانش هم در نظر گرفته میشه. حکمت از امر به غسل ذکر انثیین چی است؟ یعنی چی حکمت است که هم ذکر بشویه و هم خصیتین خدا؟ میگه ایست که مزید فیه لزوجتون، یعنی در این لزوجت چسب است، چسبناک مواد چسبناک داره. فربما انتشار ذکر، هر وقت که میگه به ذکر بیاد به حاله تناسلی و در خصیتین ولم یشعر بالانسان، انسان نفهمد ولم یشعر، انسان نمیفهمه، میگه انتشار میشه در دوش میره، انسان هیچ نمیفهمه، بنا آلوده میشه. ایرا امام خطابی در شرح بخاری میگه وقیل گفت ان ذلك يخفف المذي او يقطعه ولا سيما اذا كان غسل بالماء البارد فإنه من اسباب القطع و عدم استمرار خروجی. بعضی گفت که ان ذلك يخفف المذي او يقطع، یعنی سبک میکنه مذی را یا قطعش میکنه، یعنی وقتی که ششتی بندش میکنه، خصوصا وقتی غسلش با آب سرد باشه، با آب سرد گیره بشوی بند میشه دیگه بیرون نمیشه. این اسباب قطعش است و عدم استمرار خروجش است. یعنی یک حکمتش میگه ایست که همین کل شکی ششتی خصوصا که آب سرد بند میکنه، مزیر نمیمونه که بیرون شه. به این خاطر این ششته شه. کیفیت تطهیر ثوبی که مزی، چه قسم لباسی که به اون مزی رسیده او را چه قسم بشویم؟ علما اختلاف دارند در کیفیت شستن لباسی که به اون مزی رسیده. دو قوله. قول اول میگه انه لا یجزئ فیه الا الغسل، غیر از شستن دیگه چیز کفایت نمیکنه، این که پاکش کنی و به این کفایت نمیکنه. و این مذهب جمهور اکثریت علما، یعنی موسایی که مزی است او را بشوی، تنبان تا نیکر است هر چی که است، به خاطر که حدیث باب است و دی امر به غسل آمده، پیامبر امر کرد که بشوید. قول دوم اسم یکفی فی نصح، نصح این از رسولت است، یعنی قول یعنی از را بگید بپاشانه موسی را تو آب پاشش کنه، این می کفایت میکنه. هذا هو الصحیح، میگه این می صحیح است و شیخ الاسلام را انتخاب کرده است. دلیل از این چیز غیر از دیگه حدیث است. میگه حدیث سهل ابن حنیف قال میگه که كنت القى من المزي شدة فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنزح به ثوبك حيث ترى أنه قد صاب منه. رواه أبو داود. خب این حدیث هم صحیح است دیگه، مشکل حل میکنه. حدیث حل میگه که كنت القى من المزي شد و الاقی، میگه من روبرو میشدم ولاقی من المزی شدت، بسیار بدسختی، یعنی همیشه مزی به من میآمد. میگه ما گفتم یا رسول الله کیف بما یصیب ثوبی منه، لباس ما دایی میرسه، یعنی تنبان مرا همی آلوده میکنه. قال گفت یکفی که انت خودک کفا من مای، کفایت میکنه یک کفا بگی فتنزح بی باز، همون لباس تا آب پاشش کنی تو بزن، حیث ترى انه قد اصاب، ببینی که همی آب دمو ساها رسیده، خوب آب پاشش کن، آب پاش کردی همی کفایت میکنه. این ابو داود باز مبارک پوری میگه رحمه الله در مرآت، یا محدث است، میگه واستدل بی علی ان المزی، از استدلال میشه که مزی کسی از اصحاب ثوبه که وقتی به لباس برسه یکفی نزحه، آب پاشش کفایت میکنه، و رش الماء علی، آب پاش دادن، ولا یجب غسل، شستنش واجب نیست. و دیگه غسل کس ورده فی الفرج لا فی الثوب، در فرج میگه آمده نه در ثوب، و روایت نزع ثوب لا معارض له، که لباس بشیم، یعنی غسل که در فرج در حاله تناسلی آمده، در لباس نه، حاله تناسلی را بشوی لباس همین کفایت میکنه در مزی. شیخ محمد ابن عثیمین رحمه الله میگه کلان محدث و مفتی است، میگه المزی یکفی النفح، مزید ای کفایت میکنه آب پاشی، و هو یعم المحل الذي اصاب الماء، اما محلی که آب
به او میرسه، امور میگه عام شامل شه، بدون اصل و بدون فهم، نه پچقش کنه و نه تاوش بده که آبش بریزانه فقط. و كذلك یجب غسل فی غسل الذکر، واجب است میگه از این حدیث فهمیده میشه شستن ذکر کلش، کل ذکر بود، والانثیین خصیتین هم بشه و این لم یصبهما، اگر که به اون نرسیده باشه هر دوش باشه. آیا بول و غایط از نواقض وضو است یا نه؟ سوال جوابش است که بله، بول و غایط خود طبعا مشکنان، زیرا پیامبر میفرماید او جاء احد منکم من الغایط، یا اینکه بیا یکی از شما از غایط او لامستم النساء یا با زنا جماع بکنید فلم تجدوا ماء، آب پیدا نکنید فتیمموا، با تیمم کنید. یکی خویی است که الله حکم کرده است که ششتا یعنی وضو را میشکنانه، قرآن میگه که به وضو شدین بول و غایط وضو را میشکنن. و دیگه حدیث صفوان ابن عسال است که میگه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یامرنا، امر میکرد ما را اذا كنا سفرا، وقتی که ما در سفر می بودیم، الله ننزع خفافنا، موزای خود نکشیم ثلاثه ایام و لیلیهن، سه شب و سه روز، الا من جنابه، مگر جنابت باشه باز وضو را میشکنانه، مسح از بین میره. ولکن من بول و غایط و نوم، بول غایط نوم، بول و غایط در جمله ناقضات و مبطلات وضو آوردگی است. امام ترمذی را نقل کرده. ابن منذر میگه اجمع اهل العلم، اتفاق داره اهل علم، علما، محدثین، ائمه، مجتهدین، هر چهار امام، على ان خروج الغایط، خارج شدن غایط من بول کلان، من الدبر از پشت سر، و خروج البول، خروج بول پیشاب، من ذکر رجل از آله تناسلی مرد، و قبل المرأة و از خانم، از پیشروی خانم، و خروج المزی، و دیگه اتفاق از خارج شدن مزی، و خروج الریح، خارج شدن باد، دیگه اتفاق دارن احداث یا بیوزوگیستن، یعنی وضو از بین میبره. ینقض کل واحد منها الطهار، کلش طهارت هم میشکنانه، هم بول پیشاب، هم غایط و هم مزی و هم ریح باد، دیگه اتفاق. و یوجب الوضو، وضو را واجب میکنه، فرض میسازه. بعض فواید عام که از حدیث فهمیده میشه که انه لا یکفی فی ازاله المزی استجمال بالحجاره، یعنی کفایت نمیکنه که ما مزی را دور کنیم با سنگ، استجمار یعنی سنگ بگیریم مثل بول، یعنی در بول که میری یک ذره سنگ بگیری کاغذ تشنا پاک میشه، اما در مزی نه، در مزی شستنه، بل لابد من الماء، در اینجا آب ضروری است. در بول آب ضروری نیست، در بول اونمو سنگ قلوخه که میگیری با مو میشه، حتی هیچ استنجام نکنی وضو میشه، ولی دینی او را باز پسان میخوانیم. اما بول وضو را میشکنانه، اما سایه بول شستنش فرض نیست که این را با بعدن بیان میکنه. دومی که هذا الحديث من ادله القاعده، این حدیث از جمله دلایل قاعده است که المشقه تجلب التيسير، مشقت از این حدیث اصطلاح آسانی را جلب میکنه، وقتی که سختی زیاد بیا آسانی میشه. جواز الاستنابه فی الفتوا، دیگه ای که نوبت گرفتن در فتوا، یعنی یک کسی فتوا میگیره به نوبت باز دیگهش بیا پرسان کنه، باز دیگهش پرسان کنه. سوال اهل العلم اما استشکله، یعنی خود اهل علم با وجودی که بسیار علما می بودن و وقتی که موضوع برشان مشکل پیدا میشد از عالمتر سوال میکردن. یعنی علی را که میگن نه، بعضی وادی ضعیف است که پیامبر میگه که انا مدینه العلم و علی بابها، این حدیث ضعیفه. مشار علم هستم، علی دروازه، یعنی علی بسیار علم داره، ولی با وجود از او مزیر نمیفهمید علی و از پیامبر پرسان کرد. ما هم مثلا بعضی مسائل نمیفهم، میتونم که از یک عالم کلان پرسان کنم که این موضوع چطور است، مثل که علی پرسان کرد. دیگه فایده از این انواع حیا چند قسمه، یکی حیا جنایت، حیای آدم علیه السلام که جنایت بود، لما فر هاربا فی الجنه، وقتی که رفت فرار کرد از طرف در جنت، الله تعالی گفت که فرار من یا آدم، قال لا یا رب الحیا من، یعنی زمانی که گناه را مرتکب شد فرار کرد در جنت، گریخت که حالا کدام مصیبت به ما از امو درختی که ممنوع بود، انگور بود یا انجیر بود، هر درختی که بود، الله گفت ولا تقربوا هذه الشجره، از او استفاده کرد، یک دفعه باز لباساش دور شد، گریخت، فرار کرد. این فراری از این نبود که از الله بگریزه، بگویم من میگریزم از عذابش، فرار حیا بود، حیاش آمد که چی کار بدی کردم. یکم تا رو ببین گناه کنه در کلی خود میزنه، ایسو میدوه اوسو میدوه. این هدفش نیست که از یک چیز بگریزه، هدفش حیاست، پشیمانی است که ما چی کار بدی کردیم. یکی حیای جنایت است که گناه را انسان میکنه، مثل که آدم علیه السلام فرار کرد، باز الله میگه برش گفت که فرار میکنی، آدم گفت که ای رب از تو حیا دارم، فرار کرده کی میتونم.
دوم حیای تقصیر است، کوتاهی، مثل حیای ملائکه که یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، شب و روز الله را عبادت میکنن، تسبیح میگن، مانده نمیشن. یعنی ملائکه خواب ندارن، شب و روز عبادت میکنن، هیچ مانده هم نمیشن. فاذا کان یوم القیامه، در روز قیامت میشه قالوا میگن سبحانك، پاک هستی توی الله، ما عبدناک حق عبادت، ما تو را همون قسمی که سزاوار بود عبادت نکردیم. شب و روز عبادت هم میکنه، میگه هنوزم صحیح نشد. و حیا الاجلال، حیای اجلال حیای معرفت است، علی حسب معرفت رب رب یکون حیا. یعنی عظمت الله را چقدر درک کنی امان قدر حیایت میآید. حتی که خود خوب وضو کنی بعد می پاک هستم. یعنی یکی حیای کرم است، یعنی از کرم و سخاوت و اخلاق نیک، مثل حیای پیامبر از قومی که دعا الی ولیمه، می قوم دعوت داد به ولیمه زینب خانمش، ولیمه نان عروسی، گفت بیاین نان بخوریم و طول جلوسه. بسیار این مردم شیشتن نان خوردن، حال دیگه قرار قصه شروع کردن پیش پیامبر. فقام پیامبر استاد شد و استحیا، حیاش میامد که بریا بگه برین، این که بگه بروین حیا ایسو میرفت، خودش ایسو میامد دیگه. هم خانه نبود و یا میران مانده بود که چی کار کنه. حالی مردم نان داده. واقعا آدم یک جایی که میره دیگه با یک غذا دعوت میشه و غذا را خود حرکت کنه دیگه، برو بار بستری خدا نپرته. مگری که و آدم دوستت باشه و تو بجا شب باشی و خوش باشه بگه اینجا باش، خیر. ده غیر از اون دیگه اینجا بار بستریت انداختن، یا بعضی بچه ها انتظار میکشه چای هم بیارین. و حیای الحشمه، حیای حشمت است، مثل حیای علی ابن ابی طالب ایصل رسول الله المزی لمکان ابنتی منه. حیای حشمت ایرا میگه که یک کسی حیایش میاد و با کسی خویشاوندی داره که سوال کنه، مثل علی رضا. و حیای استحقار و استصغار نفس حقیر شماریدن، مثل حیای بنده از ربش وقتی که سوالش میکنه حوایج خود را، باز خود بسیار حقیر میشماره، کوچک میکنه، میگه یا الله چطور مشکل است تو سوال کنم، حیایش میاد. یعنی چند نوع حیا بود.